یه راز کوچیک دارم که اگه رعایتش کنی از این به بعد همه کارات تمیز در میاد. چراغو روشن کن. ناخن‌ها رو از همه زاویه ها ببین. دنبال چی بگردی؟ پوست اضافه، کثیفی، برق ناخن. 2 دقیقه وقت بذار. ابزاراتو به ترتیب بچین کنار دستت. آماده باش مثل یک نیل آرتیست حرفه‌ای. روتین قبل از کاش چیه؟ گوش کن. چربی سطح ناخن رو بگیر و ماتش کن. با پوشر کوتیکول ها رو به این صورت به دقت. سرسوهن مانیکورت رو بنداز. مانیکورت رو به این صورت شروع کن. از مرکز ناخن 3 میل مانیکورت انجام بده. به سایدوال که رسیدی سرسوهان کاملا عمود میشه. 3 تا 4 بار این کار رو تکرار کن. جهت سوهانت رو عوض کن. دوباره همون کار رو تکرار کن. دوباره جهت سوهانت رو عوض کن. کوتیکول ها رو بده به سمت بالا. حالا با قیچی مانیکورت کوتیکول ها رو برش بزن. بعد از برش میتونی از مانیکور آپارات هم استفاده کنی. به این صورت. حالا سطح ناخن رو تمیز کن. هیچ برق، چربی یا پوستی نباید بمونه، حتی یه ذره. با همین چند قدم ساده کارت 3 برابر تمیزتر و حرفه‌ای‌تر دیده میشه. سیوش کن، اجراش کن و تفاوتش رو ببین.